بچه ها خوش اومدیم به برنامه دور سکه با تیام. من اومدم دوباره اینجا که تلویزیون ها هستن. الان پشت من تلویزیونه. امشب 2 تا بازی رو نشون میدن. یکی بازی ایتالیا اینجا الان داره نشون میده با کرواتیه. با همین الان هم یه بازی دیگه هم هست که آلبانی و اسپانیا دارن بازی میکنن. حالا اونم بهتون نشون میدم. الان نیمه اولش تموم شد. ما هم داریم یه ذره راه میدیم، ولی اینجا انقدر شلوغه که چون از 4 کشورم اومدن 2 تا بازی نشون میدن، خاطر همین خیلی اینجا شلوغه. با اینکه دوشنبه شبه شما فکر نمی‌کردم، ولی انقدر اینجا شلوغه که اصلا باورم نمیشه. چون فردا میگن همه صبح زودم باید پاشن، بازی هم تا 11 شبه، ولی آدما اومدن ریختن بیرون، اومدن که فوتبال ببینن. خیلی باحاله. بعد هوا هم که خوبه اینجا چون کم پیش میاد. خاطر همین استفاده دارم میکنم. ولی چون ایتالیا تو این گروه در امتیاز داره، ایتالیا میره جلوتر، ولی ایتالیا یعنی گروه. من و بابام داریم میریم به طرف ماشین. این آلبانیا با اینکه باختن همین الان عیبو و شلوغ
همچون که بهتون گفتم بیشترین آدم‌ها که اینجا بودن آلبانی بودن ولی بازم دارن جشن میگیرن خیلی باحالن. ولی ایتالیا خیلی شانس آورد 8 دقیقه اضافه دادم بهشون داشت کرواسی میومد مرحله بعد ولی ایتالیا تو آخرین لحظه آخرین دقیقه دیگه ایتالیا یه گل زد تونستن بیان مرحله بعدی. انشالله ایران تو جام جهانی همه‌شون رو میبره انشالله. ببینید آلبانیا چه شلوغی میکنن. یه ذره کشور اصلا اینجا دیگه ترافیک شد اصلا ما هم نمیتونیم بیایم بیرون. پیداش میکنیم اینجوری ماشین ما دنبال ماشین میگردیم. ناش ماشین سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر. ما اومدیم طرف سن پائولی و قسمتی که شهر بازی هستش. تلویزیون‌های بزرگ رو گذاشتن برای دیدن فوتبال و 2 تا فوتبال جالب داشت که ایتالیا و کرواسی با هم بازی داشتن. از طرفی آلبانی با اسپانیا که برد ولی آلبانیا به خاطر اینکه کشور کوچیکی هستن و فوتبال ضعیفی دارن و تونستن در برابر اسپانیا بازی از خودشون نشون بدن و بازی خوبی هم داشتن. واسه همین خیلی شور و شوق دارن و حسابی دارن سر صدا میکنن و بوق میزنن. ولی بازی کرواسی با ایتالیا بازی خیلی جالب و قشنگی بود به خاطر که کرواسی همیشه یه تیم جنگنده است، خیلی خوب بازی میکنه و در سطح جام جهانی هم مقام آورد. به همین خاطر با ایتالیا بازی کردنش خیلی جالب شد و ایتالیا واقعا شانس آورد که داور در لحظات آخری که وقت اضافه زیادی واسه شون گرفته بود باعث شد که اونا به گل دست پیدا کنن و به مرحله بعدی برن. اما خب اگر توی مرحله بعدی بخوان همینجوری ادامه بدن و این بازی رو داشته باشن احتمال حذف شدنشون خیلی زیاده، چون از ایتالیا بیشتر از اینا انتظار میره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این بازی شما هم و اینکه این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. به ما که خیلی خوش گذشت. آره واقعا به ما هم خیلی خوش گذشت. بازی باحالی بود، واقعا خیلی جالب بود چون آخرین دقیقه اگه این وقت اضافه که نداشتن اصلا ایتالیا نمی اومد مرحله بعدی، ولی آخرین دقیقه اون 8 دقیقه اضافه هم تونست گل بزنه. خیلی جالب بود. آره لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارین، سابسکرایب کنید و اینکه از ویدیوهای آینده ما هم با خبر بشین و این ویدیو و کانال ما رو حمایت کنید. ممنونم از همتون. شبتون بخیر. خداحافظ. شب بخیر.